خیلی کیف میکنه اون دختر بالای دار ببینی. آره حامد اهل بازی کردنه. بهت که گفته بود میخواد یه آتیش بزرگ را بندازه. حامد خیلی ساده میشه آتیش بزرگ رو انداخته برام. تو که باور نکردی این مزخرفاتو درباره من و نوید خواهش میکنم دوباره شروع نکن. من باید این بازی رو تو تش برم. حامد من تو 33-4 سال هم دیگه رو میشناسیم از بچگی. در آخرین بار بهت میگم مباد بخوای شر بکنی که من بدتر شر میکنم. پرونده پیچیده شده. از فرشته بپرس اونم میخواد بره ته چاه یا نه. توی این پرونده یه ذره مردد نیستم بدون. خیلی دارم حال میکنم اینجوری میبینمت. یعنی اگه عشیری تمام صفرای حسابش هم میذاشت باز نوکر بابای تو. این همه نفرت خفت میکنه نوید. آقا نوید